گلقده غفار و ساکن 28 ساله ناحیه باختر بعد از خبر کشته شدن همسرش در جنگ سوریه دوباره شانس آیله‌دار شویش را بسنجد. او گفت دیگر نمیخواهد در غم و محرومیت زندگی را به کودکی نیم یتیمش ادامه دهد. گلقده ماه اکتبر سال 2008 به حیث عروس به خانه قدرت الله گلوف ساکن ناحیه باختر پا گذاشت و فکر کرد که بخت برایش خندیده است. او میگوید خوشی آنها تا ماه اکتبر سال 2014 ادامه کرد تا زمانی که همسرش به حیث یک عضو گروه تندروی دولت اسلامی از سوریه تماس گرفت. گلقده غفار و روز 15 اوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت همسرش قدرت الله گولوف تا زمان ازدواج آنها نیز برای مردکاری به روسیه می رفت و بعد آیله‌داری نیز به این سفرش ادامه داد. مکان اساسی کاری او همراه با 5 همدیهای دیگرش یک کارخانه کارکرد میوه و سبزیجات در شهر مسکو بوده است. گلقده میگوید درباره کار و مشغولیت، اندیشه و افکار و روابط و احساسات همسر زیاد اطلاع نداشت. در خانواده شوهر نیز عادت نبود که قدرت الله با گلقده علاهیده تلفنی صحبت کنند و با هم راز دل نمایند. خبرها از زندگی قدرت الله در روسیه را مادر شوهر به او میرساند و همین مادر بود که از یک زنگ کوتاه تلفنی قدرت الله در سال 2014 فهمید که و برای پیوستن به جنگیان داعش به آنجا رفته است. تنها بعد کمتر از 1 سال مقامات خبر مرگ قدرت الله را به آنها رساندند. در عکس هایی که مقامات به آنها نشان دادند چهره قدرت الله را شناختن دشوار نبود. گلقده غفار و میگوید اگر سالهای جدایی با همسر یک درد باشد خبری به سوریه رفته و مردنش درد جانکاه شد. بیماری جگرش اوج گرفت و نهایت سال گذشته جراحی شد. سوالی که ذهن او را همیشه اذیت میکند این است که چرا همسرش که صاحب خانه و جا و فرزند بود به این راه رفت و او و فرزندش را در نیمی راه حیران گذاشت. نمیدونم ای راستی رفت کنم تندش کردم خیلی کوشه با خداوند خودش میدونه. خیلی ممکن بیگان چی کردگی بردگیان اگر آدمی چی را چه خیفن گویا هیچی در حیات هیچی نیستی. گلقده که بعد مرگ همسر باز 1 سال دیگر در خانه والدین او زیست، حالا دختر 8 سالش را با کمک پدر خود بزرگ میکند. زندگی در خانه همسر دهه گلزار ناحیه باختر سنگین شد و میگوید به زنهای شوهردار تنها مانده به خصوص همسرانی به اصطلاح جهادی ها حق و همسایه ها هم چندان نظر خوب ندارند. 1 سال اخیر گلقده در خانه پدر خود در روستای تاجیک‌آباد ناحیه وخش زندگی میکند. گاه از حساب دوزندگی پول به دست میآورد. او میگوید دیگر غم و اندوه و ناله آیله‌داری ناکام و فاجعه بار را طاقت ندارد. قرار کرد که زندگی خود را از صفحه نو شروع کند. خواستگاری هم دارد. باشه میکنم اول 28 نه راجع نمیکنم دیگه نگاهش نمیکنم. به همون راه رفت از راستای دروغای رفت است با 3 سال شد به پشتی همون به همه درد به همون شدم که جای میر عصب همه میگه حسابی عصب تای همه دردت میکنم شوهر میکنم میرم همیستم. گلقده نگفت که نامزدی نوی او کیست و با چی مشغول است. تنها گفت در مدت این سالهای بی‌شوهری تلاش میکرد از خانه بیرون نرود چون مردم گپ و حرفی زیاد میزنند. تنها امیدش این است که همسر نوش مرد خوب، غمخوار و با مسئولیت میشود که میتواند تکیهگاه زندگیش در آینده شود. گلقده تنها جوانزنی نیست که بعدی دریافت خبری مرگ همسرش در قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی قرار کرد که زندگی را از نو شروع کند. برخی ساکنان سالخورده مناطق دهات میگویند اینکه برخی جوانان اگر به اندیشگی و یا هدفمندانه به جنگ‌های خارجی رفته جان خود را قربان میکنند انتخابی آنهاست، ولی وقتی عائله های خود و فرزندانشان را در نیمه راه مانده باز هم آبروی آنها را داغدار میکنند این یک فاجعه انسانی است. عظیم جان علی مردانوف ساکن ناحیه قبادیان که سالهای زیاد آموزگار و رئیس محله بوده است میگوید تا سال 2014 در دهه نوبهار محبوبیت داشت ولی یک بارگی پیوستن 5 نزدیکش به داعش او را در ناحیه و بیرون از آن انگشت نما کرد.
عظیم جان علی مردانوف میگوید که پیوستن دو پسر کلین و دختر و دامادش به دولت اسلامی او را شرمسار کرد و دیگر نتوانست به کار آموزگاریش ادامه دهد. فرزندم رفتگش اینا بعد این ای مسکو ده گم شد. خبر نداریم که شما رو کی گفت که مثلا فرزندای شما در سوریه هستند؟ همینجا خود امور داخله اینجا ملاقات بودیم، امنیت همشون هم اینترنت خط یافتن در اینا را. من پرسیدم دم مسئله کم بیزاتی، مسئله که خود پسرم معلوم شد که کورس همین ختم نامدن گفت که من برای خودم گفت من پول میبرم یا اون گفته مسکو رفتن خسته. مقامات میگوید بیش از 1100 شهروندی که به صف داعش پیوستند، بیش از 500 نفرشان ساکنان ولایت ختلان می باشند و در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. خبر مرگ بیش از 60 جوان زاده ختلان به خانواده هایشان رسیده است، ولی صدها خانواده دیگر شب و روز منتظر گرفتن پیام از نزدیکان خود از قلمروهای تحت نظارت دولت اسلامی به سر میبرند.